تاریخ انقضای زعفران چقدر است؟ تمام محصولات خوراکی بالاخره یه روزی منقضی میشن؟ زعفران هم از این قاعده مستثنا نیست، اما تاریخ انقضای زعفران کاملا به شرایط نگهداریش بستگی داره. معمولا تاریخ انقضای زعفران 2 الی 3 سال اعلام شده، اما باید شرایط درست نگهداری از زعفران رو بدانین. بهتر زعفران رو در ظرف شیشه‌ای نگهداری کنین و سعی کنین در ظرف کاملا بسته باشد و از نفوذ هوا و رطوبت جلوگیری کنین. ما این مشکل رو با بسته‌بندی جدید حل کردیم. در ظروف بسته‌بندی زعفران شاه عباسیه برای جلوگیری از ورود هوا و رطوبت از چوب پنبه استفاده شده که این مشکل رو برای مصرف کنندگان برطرف کرده. جلوگیری از تابش نور مستقیم. زعفران خیلی نسبت به نور حساسه. اگر این ادویه در معرض نور زیاد یا تابش مستقیم نور قرار بگیره، رنگ و عطرش رو از دست میده. پس ظرفش رو داخل قفسه تاریک نگهداری کنین. بهترین دمای نگهداری زعفران 20 درجه سانتیگراده. زعفران رو به هیچ وجه درون یخچال نگهداری